Mason. John. Mason. Yeah, man. Mason. Yeah, man. How can I help you, bro? Mason. این راحت میخوام ازت فیلم بگیرم میسن. میدونی پسر Yeah, ما bro. یوتیوبر نیستیم نه. ولی یوتیوبرها رو دوست داریم. خب یه ویدیو یوتیوبمون نشه. یه همدردیمون نشه. Let's do it, bro. یه سود لسود. بله. چی بگم الان؟ راه برو. جا. ببخشید زدم پسه. داداش هدف این کار چی بود بیرون اومدن؟ ساعت 8 میشم بعد افطار. حالا ما مسلمونیم. هیچ جوابی برای حرفت ندارم. داش نزد. من کتاب میکنم تو کن. ناراحت شد. داش هیچ هدفی نداریم برای ویدیو گرفتن. نه دیگه همون بعد این یوتیوبرها 500 نفر استفاده کردن بهش ایده میدن. نمیدونی خود کوتک انقدر در این حد کم بوده ایده هست. امروز موبین میخواد با سوشال انگزایتیش مبارزه کنه. حالا چه جوری؟ That's a start. Part 2. Oh man, a kid again. داشت داره میره. ابراهیم لینکلنی؟ نه من خواهرشم. Really, Nick? میسم نوبت توه. داش نرو. محتوا نداریم آخه واقعا. خب داداش نگیر میگم من. داش تو بگیر نگیر من باید نگیرم. تو داری من فیلم میگیری من راضی نیستم. به تو مربوط نیست. تو میدونی چقدر از من فیلم داری؟ حدسی دارم خودت فرستاد. تو میری همون به من فیلم میدی. فیلم میدم تو باید سیو کنی اونا رو. نه سیو نکرد. تو سیو میکنی. داش حداقل بیا اینجا وایس. چقدر پول داری پسر؟ $100 میلیون. چطوری سیاه پوست از من پولات؟ داداش اینجا یه ذره هوا خفه است. ما نیویورک که بودیم هواش انقدر ولی اینجا خوبه دیگه. ما اصلا این انگلیسی رو من نیویورک یاد گرفتم. داش آبی سوار شد. تفنگ بهترین سلاح. سیگار داری؟ آره. سیگارت خوب نیست. این هم مرقل این که شاید کرد. این نمک نیست کوکائینه. کوکائین میدن داداش. کوکائین. یه کاری بکن. بکلیپ میکنم تو فوتوشاپ رو نمید حالا یه تکونی بده خودتو مثلا داری بکفلیپ بده. داداش عجب بکفلیپی بود. برو داداش بزن داداش. دمت گم داداش نرو. لانا و مت اینو خواهد برادرم. لانا 3 تا دم داره که نشونه یه دختر بودنش و مت که مرد خانواده اینجاست. ولی خب سنش از لانا کمتره و فقط اسم مرد به نظر سفیدپوستان میتونن به سیاه‌پوستا این ورد بگن. چی؟ میدونی که بعد این میتونم سانسور کنم با اون این ورد خونده بشه. بیا اینو بگیر. آفسر خداحافظ. دم شما گیر. خداحافظ.